به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. کتاب قلعه دیجیتالی، نویسنده دن براون، ترجمه آرزو کلانی، توسط نشر نگارینه در سال 1385 در تهران چاپ شد. خانم نوشین ریشهری روی ترجمه این کتاب بازبینی انجام دادن و خانم ریشهری کتاب دیگری رو از آقای دن براون به نام نماد گم شده هم ترجمه کرده بودند. این کتاب در حوزه داستان‌های امریکایی قرن 20 میلادی قرار داره. اما این کتاب رو با مقدمه کوتاه در مورد نویسنده کتاب شروع می‌کنم و سپس با من همراه باشید برای مقدمه، پیشگفتار ناشر و پیشگفتار مترجم. دن براون متولد 22 ژوئیه 1964 میلادی در شهر اکستر نیو همشایر انگلستان است. او خواهری بزرگتر به نام والری و برادری کوچکتر به نام گریگوری دارد. پدر دن، ریچارد براون که او را دیک صدا می‌کنند، در مدرسه عالی فیلیپس از مدرسه‌های ملی بسیار مهم انگلستان تدریس می‌کرد. او در سال 1962 استخدام و در سال 1997 بازنشسته شد. دیک در سال 1989 جایزه ویژه ریاست جمهوری امریکا را در بخش علوم و تدریس ریاضی از رئیس جمهور وقت جورج H.W. بوش دریافت کرد. دیک و همسرش کانی فرزندان خود را در محوطه دانشگاهی شهر اکستر بزرگ کردند. این محیط علاوه بر ملاقات‌های شخصیت‌های برجسته علمی و دسترسی به منبع‌های درسی، فرزندان خانواده براون با شاگردانی برجسته از سراسر کشور آشنا می‌کرد که در رشد هوشی آنها مؤثر بود. دیک با مهارتی که در ریاضی داشت برای فرزندان خود معماهای سرگرم کننده‌ای طرح می‌کرد و همین زمینه‌ای برای رشد استعداد دن در طرح داستان‌های با هسته معمایی بود. دن براون در مقطع دبیرستان وارد مدرسه عالی اکستر شد. روش تدریس در این مدرسه به شاگردان جسارت می‌بخشید تا عقیده‌های پذیرفته شده را زیر سوال ببرند. شاید همین کلاس‌ها و بحث و گفتگوها اندیشه آزاد را در ذهن دن براون شکل داد. او در مصاحبه‌های خود به نقش معلم‌های خود در پیشرفت او در نویسندگی اشاره کرده است. او حتی شخصیت اصلی داستان خود را در 2 کتاب شیاطین و فرشتگان و رمز داوینچی رابرت لانگدون فارغ التحصیل مدرسه اکستر معرفی می‌کند. او پس از مدرسه اکستر برای ادامه تحصیل به دانشکده امرس رفت که شباهت زیادی با مدرسه اکستر داشت. امرس نیز موقعیت مناسبی برای رشد خلاقیت نویسندگی او بود و از بهترین دانشکده‌های علوم انسانی که نویسندگان بسیاری را در خود پرورده بود. دن براون کارشناسی خود را در ادبیات انگلیسی از همین دانشکده دریافت کرد. پس از آن به هالیوود رفت تا به عنوان ترانه‌سرا مشغول کار شود. یکی از ترانه‌های او در مراسم المپیک 1996 آتلانتا خوانده شد. ولی این نوع زندگی بسیار دشوار بود و به همین دلیل کار خود را رها کرد. سپس برای 1 سال در دانشگاه سویل اسپانیا در رشته تاریخ هنر به تحصیل پرداخت. در سال 1993 میلادی به انگلستان برگشت و مانند پدر در مدرسه عالی اکستر مشغول تدریس شد. با اینکه زندگی یک معلم مانند دنیای موسیقی هیجان انگیز نبود، ولی زمینه خوبی برای پیشرفت در نویسندگی بود. اما مقدمه ناشر. در زمان ما چنین شده است که امریکا را بهشتی موعود بدانند. بهشتی که در آن همه خوشبختند و همه چیز در حد کمال است. بهشتی که قدرت جهانی در آن شکل گرفته است و کسی را یارای مقابله با آن نیست. دن براون در قصه این کتاب این اعتقاد را به سخره می‌گیرد و نمونه ای از ضعف‌ها و کاستی‌ها را در سازمان‌های دولتی امریکا به نمایش می‌گذارد. او که نویسنده‌ای تواناست با قلم خود
و به کارگیری قدرت تخیل خواننده به اسرار مخفی‌ترین سازمان اطلاعاتی دنیا رسوخ می‌کند و چنان خواننده را با خود به عمق ماجرا می‌برد که حس می‌کند خود آن سازمان سری را به بازی گرفته است، که البته این موضوعی دور از ذهن نیست. در داستان این کتاب به نادرستی این باور که ارتباط اینترنتی امن‌ترین نوع ارتباط است پی می‌بریم و در می‌یابیم که سازمان اطلاعات کشوری که مدعی احترام به دموکراسی و حقوق بشر است چگونه به حریم خصوصی همه آدم‌ها در سراسر دنیا تجاوز می‌کند. قهرمان این داستان که از جاه طلبی و ناپختگی فکری به عضویت این سیستم درآمده است قربانی می‌شود. انتشارات نگارینه با انتخاب این کتاب برای ترجمه، چاپ و نشر خواننده ایرانی را دعوت می‌کند تا خود را باور کند و از همه توان و هوش خود برای استقلال بهره بگیرد. خانم آرزو کلانی مترجم این کتاب تلاش کرده است با حفظ شیوه نگارش و داستان پردازی نویسنده فضاهای هیجان انگیزی را که او در داستان خود ایجاد کرده است به خوبی در متن فارسی به خواننده منتقل کند. امید است که خوانندگان این کتاب با آگاهی کامل به قابلیت‌های خود و پرهیز از برتر دیدن دیگران نسبت به خود ضمن استفاده از فناوری و دانش جدید آنها را با فرهنگ خود هماهنگ ساخته و در جهت بهره برداری صحیح از آنها گام بردارند. منصور جامشیر، مدیر مسئول نگارینه. اما مقدمه مترجم: بالون بر بلندای آسمان هیبتی شگفت‌انگیز دارد، ولی اصل و ماهیت آن پوچ و توپالی است، مانند تصوری که در ذهن بسیاری آدم‌ها از دولت امریکا نقش بسته است. در ترجمه به دلیل حفظ امانت تغییر چندانی در متن اصلی نمی‌توان داد. این کتاب نیز بر همین اساس ترجمه شده و حتی سعی گردیده است که هیجان داستان به طور کامل به خواننده منتقل شود. با مرور گوشه‌هایی از زندگی در دیگر کشورها بد نیست بدانیم که چه تفاوت‌هایی بین فرهنگ اصیل ما و فرهنگ دیگر جوامع وجود دارد. هنجار در فرهنگ ما چیست و ناهنجاری در فرهنگ آنان کدام؟ نه به این جهت که از آنان تأثیر بگیریم، به این دلیل که دیدمان بازتر شود و به اصالت فرهنگ خود بیش از پیش واقع شویم. در این بین به نکته اساسی نیز پی خواهیم برد که قدرتمداران زمینی است و فراپذیر. خواهیم دید که مخفی‌ترین و قدرتمندترین سازمان اطلاعاتی امریکا چگونه با تلنگری به لرزه در می‌آید و از درون می‌پاشد. اینجاست که در می‌یابیم آنان که داعیه حاکمیت دنیا را در سر می‌پرورانند به راحتی ممکن است مغلوب درایت شرقی شوند. پس آنچه مهم است حفظ فرهنگ و اصالت خود و پرورش هوش و توانایی‌های فردی است. حفظ جوانانی که مغزهای این کشور هستند و استفاده بهینه از استعدادهای آنان. آرزو کلانی، مترجم. اما مقدمه: میدان د اسپارتا، سویل، اسپانیا، 11 صبح. گفته شده است که هنگام مرگ همه چیز واضح و روشن می شود. انزای تاناکودو در آن لحظه این مطلب را به خوبی حس می کرد. در حالی که از درد به سینه‌اش چنگ می انداخت به زمین افتاد و به جهت اشتباهی که مرتکب شده بود بر خود لرزید. جمعیت به دور او حلقه زده بود. همه سعی داشتند به او کمک کنند، ولی تانکادو کمک نمیخواست. دیگر خیلی دیر بود. همانطور که میلرزید دست چپش را بالا برد و انگشتانش را باز کرد. به دست من نگاه کنید. همه به او خیره شده بودند، ولی او اطمینان داشت که هیچ یک از آنها منظور او را در نیافته است. به انگشت او یک حلقه طلای کنده‌کاری شده بود. لحظه‌ای علامت‌ها در زیر نور آفتاب آندلس درخشید. انزای تاکادو می‌دانست که این آخرین روشنایی است که او خواهد دید. فصل 1. آنها در کوههای اسموکی در مهمانخانه محبوبشان بودند. دیوید به او لبخند می‌زد. چه می‌گویی عزیزم؟ با من ازدواج می‌کنی؟ در حالی که به چهره او می‌نگریست با خود می‌اندیشید که همان کسی است که می‌خواهد.
کسی که همیشه در کنارش باشد. وقتی به چشمان سبزش خیره شد، از فاصله دور صدای بلند زنگی به گوش رسید. صدای زنگی داشت دیوید را از او جدا می‌کرد. دست به سوی او دراز کرد، ولی بازوانش تنها هوا را در بر گرفت. صدای زنگ تلفن بود که سوزان فلچر را از خواب پراند. نفس نفس زنان در تخت خواب نشست و کورمال به دنبال گوشی گشت. بله، سوزان، دیوید هستم. از خواب بیدارت کردم؟ سوزان لبخندی زد و روی تخت دراز کشید. خواب تو را می‌دیدم، منتظرت هستم. دیوید خندید. بیرون هنوز تاریک است. آها، پیش از حرکت به سمت شمال می‌توانی کمی استراحت کنی؟ دیوید با ناراحتی آهی کشید. به همین دلیل زنگ زدم. درباره مسافرتمان است. مجبورم آن را به تعویق بیاندازم. سوزان ناگهان هوشیار شد. چی؟ متاسفم. مجبورم شهر را ترک کنم. فردا برمیگردم. ما میتوانیم صبح حرکت کنیم. هنوز 2 روز وقت داریم. سوزان با دلخوری گفت ولی من اتاق رزرو کردم. همان اتاقهای همیشگی را در استون منر. میدانم ولی امشب قرار بود شب خاصی باشد. جشن 6 ماه. یادت که نرفته است. ما نامزد شدیم. سوزان، دیوید آهی کشید. الان وقتش نیست. آنها برایم اتومبیل فرستادن. منتظر است. از داخل هواپیما تلفن میکنم و همه چیز را توضیح میدم. سوزان تکرار کرد. هواپیما؟ چه خبر شده؟ دانشگاه برای چی؟ ربطی به دانشگاه ندارد. بعد تلفن میکنم و توضیح میدم. باید بروم. صدایم میکنن. تماس میگیرم. قول میدهم. سوزان فریاد زد. دیوید چه؟ ولی دیگر دیر شد. دیوید تلفن را قطع کرد. سوزان فلچر ساعتها در انتظار تماس او بیدار ماند. تلفن هرگز زنگ نزد. بعد از ظهر همان روز سوزان اندوهگین در وان حمام نشسته بود. او در آب فرو رفته بود و سعی می‌کرد تا استون منر و کوههای اسموکی را از یاد ببرد. اندیشید. دیوید کجا رفته است؟ چرا تماس نگرفته است؟ به تدریج آب داغ اطراف او گرم شد و در نهایت سرد. داشت از آب بیرون می آمد که تلفن بیسیم زنگ زد. سوزان صاف شد. در حالی که آب وان را به زمین می پاشید دست دراز کرد تا تلفن را از روی کاسه دستشویی بردارد. دیوید، صدایی گفت استراسمور هستم. سوزان سرخ شد. اوه، نمی توانست ناراحتی‌اش را پنهان کند. عصر بخیر فرمانده. منتظر مرد جوانتری بودی؟ در پس کلام او خنده نهفته بود. سوزان با خجالت گفت نه قربان، آنطور که فکر. فرمانده خندید. همینطور است. دیوید بکر مرد خوبی است. او را از دست داده. متشکرم قربان. ناگهان لحن کلام فرمانده خشک و جدی شد. سوزان، زنگ زدم چون به شما در اینجا نیاز دارم. فوری. سوزان سعی کرد تا تمرکز کند. امروز شنبه است. ما به طور معمول. فرمانده با خونسردی گفت میدانم. موضوع اضطراری است. سوزان نشست. اضطراری؟ تا آن هنگام چون این کلمه ای را از دهان فرمانده نشنیده بود. یک اتفاق محرمانه نمیتواند تصور درستی داشته باشد. بله قربان. کمی مکث کرد و در اولین فرصت آنجا خواهم بود. هرچه زودتر. استراسمور تلفن را قطع کرد. سوزان فلچر با حوله‌ای پیچیده به دور بدن ایستاده بود و قطره‌های آب بر لباس‌هایی میچکید که شب پیش مرتب کرده. شلوار پیاده روی، یک پلیور برای شب‌های سرد کوهستان و لباس خواب. با افسردگی به سمت کمد رفت تا یک بلوز تمیز و دامن بردارد. اضطراری؟ محرمانه؟ در حالی که از پله‌ها پایین می‌رفت با خود می‌اندیشید که روزش چگونه از این بدتر خواهد شد. طولی نمی‌کشید که به آن پی می‌برد. فصل 2. در 30,000 پایی اقیانوس آرام و بی جنب و جوش دیوید بکر مفلوکانه از پنجره کوچک بیضی شکل لیرجت 60 به بیرون خیره شده بود. به او گفته بودند که تلفن کار نمی کند و او نتوانسته بود با سوزان تماس بگیرد. به خود نهیب زد. من اینجا چه کار می کنم؟ ولی جواب ساده بود. آنها مردانی بودند که امکان نداشت دست رد به سینه‌شان بزنیم. بلندگو خشخش کرد. آقای بکر تا نیم ساعت دیگه میرسیم. بکر با دلتنگی در جواب صدا سر تکان داد. خیلی خوب است. سایبان را پایین کشید و تلاش کرد تا بخوابد ولی تنها میتوانست به او فکر کند. فصل 3. ولوی 4 در سوزان
در برابر حفاظ خاردار 3.5 متر ترمز کرد. نگهبان جوانی دست روی سقف ماشین گذاشت. کارت شناسایی، خواهش میکنم. سوزان کارت خود را به او داد و آرام نشست تا نیم دقیقه معمول زمان انتظار به پایان برسد. مأمور کارت او را وارد پویشگر رایانه‌ای کرد. بالاخره سر بلند کرد و گفت متشکرم خانم فلچر. با حرکت نامحسوس او دروازه باز شد. چند متر جلوتر سوزان همان تشریفات را مقابل حفاظ برقدار عظیم دیگری تکرار کرد. بس کنید دیگر، میلیون‌ها بار است که از اینجا رد شدم. با نزدیک شدن به آخرین پست بازرسی، نگهبانی خپل با 2 سگ و 1 مسلسل به کارت او نگاهی انداخت و با اشاره دست به او اجازه عبور داد. نزدیک به 2 متر در خیابان کاناین پیش رفت و به قسمت سی مخصوص کارکنان وارد شد. با خود اندیشید 26,000 کارمند و 12 بیلیون دلار بودجه. لااقل آخر هفته را بدون من بگذرانند. سوزان اتومبیل را سر جای همیشگی گذاشت و موتور را خاموش کرد. پس از گذر از شیب پلکانی و ورود به ساختمان اصلی، سوزان 2 پست بازرسی داخلی را نیز رد کرد و بالاخره به تونل بدون پنجره رسید که به قسمت جدید می‌رفت. یک اتاقک پویش صدا سد راه ورودش بود. اداره امنیت ملی NSA، تأسیسات بخش رمز، فقط کارکنان دارای مجوز. نگهبان مسلح سر بلند کرد و نگاهی انداخت. عصر بخیر خانم فلچر. سوزان با خستگی لبخند زد. سلام جان. امروز منتظر شما نبودم. آها، خودم هم همینطور. به سمت میکروفون کاسه مانند خم شد، واضح و شمرده گفت سوزان فلچر. رایانه بلافاصله تراکم بسامد را در صدای او تشخیص داد و در باز شد. سوزان به داخل رفت. سوزان دور شد و نگهبان او را تحسین کرد. او متوجه شد که چشمان قهوه‌ای سوزان در جای دیگر سیر می‌کرد. همانطور که به او نگاه می‌کرد با خود اندیشید تصور اینکه چنین اندامی بهره هوشی 170 را در خود جای داده باشد بسیار دشوار است. مدتی نگاه او سوزان را دنبال کرد. بالاخره با محو شدن سوزان در دوردست نگهبان سر تکان داد. با رسیدن سوزان به انتهای تونل، دری مدور شبیه به در گاو صندوق راهش را سد کرد. بر روی آن با حرف‌های بسیار بزرگ نوشته بود بخش رمز. در حالی که آه می‌کشید دست خود را در جعبه رمز تو رفته فرو برد و رمز 5 رقمی خود را وارد کرد. چند لحظه بعد صفحه 12 تنی فولادی به آرامی باز شد. سوزان تلاش می‌کرد تا تمرکز خود را حفظ کند، ولی فکرش به سمت دیوید پر می‌کشید. دیوید بکر، تنها مردی که او عاشقش بود، جوانترین استاد دانشگاه جورج تاون و متخصص مشهور زبان‌های خارجی. او به خصوص در جهان دانشگاهی آدم سرشناسی بود. بکر با ذهنی روشن و عشق به زبان زاده شده بود. در 6 زبان آسیایی استاد بود. به علاوه اسپانیایی، فرانسه و ایتالیایی. در سخنرانی‌های او در دانشگاه درباره زبانشناسی و ریشه‌یابی زبان تنها جا برای ایستادن پیدا می‌شد. هر بار نیز مجبور بود پس از پایان سخنرانی تا دیر هنگام به کوهی از سوالها پاسخ دهد. او همیشه با اقتدار و اشتیاق صحبت می‌کرد و به نگاه‌های خیره دانشجویان شیفته خود اعتنایی نداشت. بکر جوانی 35 ساله بود. پوستی تیره و زمخت داشت، با چشمانی سبز و عقل و شعوری هماهنگ با آن چهره. چانه نیرومند و کشیده او سوزان را به یاد مرمر تراشیده می‌انداخت. با قدی نزدیک به 185 سانتیمتر. بکر در زمین اسکواش سریعتر از همه همکارانش حرکت می‌کرد. پس از شکست کامل حریف، او با گرفتن سر در زیر آب سردکن خود را خنک می‌کرد و موهای پرپشت و سیاهش خیس آب می‌شد. سپس در حالی که هنوز قطره‌های آب از موهایش می‌چکید، حریف خود را به آب میوه و کیک مهمان می‌کرد. مانند همه استادان جوان، حقوق دانشگاهی دیوید بسیار ناچیز بود. با گذشت زمان وقتی لازم شد که عضویت باشگاه اسکواش را تمدید کند یا راکت دانلوپ کهنه خود را دوباره زهکشی نماید، با انجام کار ترجمه برای اداره‌های دولتی در واشنگتن وهوم درآمد اضافه‌ای کسب نمود. در یکی از همان کارها بود که سوزان را ملاقات کرد. در یک صبح سرد پاییزی که بکر
از 2 صبحگاهی به آپارتمان 3 اتاقی دانشگاه خود بازگشته بود، چراغ چشمک‌زن پیغامگیر تلفن توجهش را جلب کرد. در حالی که آب پرتقالش را می‌نوشید به پیغام گوش داد. آن پیغام همانند دیگر پیغام‌ها بود. اداره دولتی برای چند ساعت بعد به کار ترجمه او نیاز داشت. تنها نکته عجیب آن بود که بکر تا آن هنگام نام چنین سازمانی را نشنیده بود. بکر برای گرفتن سابقه ای از آن سازمان به چند تن از همکاران خود تلفن کرد و پرسید. نامش اداره امنیت ملی است. پاسخ هر بار یک جمله بود. منظورت شورای امنیت ملی است؟ بکر پیغام را بررسی کرد. نه، آنها گفتند اداره NSE. هرگز چنین نامی را نشنیدم. بکر دفتر راهنمای تلفن GEO اداره حسابرسی کل را نگاه کرد، ولی در آنجا نیز به چنین نامی بر نخورد. او که گیج شده بود به یکی از دوستان قدیمی اسکواش خود زنگ زد. تحلیلگر سیاسی سابق که در آن هنگام کارمند بخش تحقیقاتی کتابخانه کنگره بود. با توضیح او دیوید بسیار متعجب شد. به ظاهر نه تنها NSE وجود داشت، از سازمان‌های با نفوذ دولتی در جهان نیز بود. این تشکیلات بیش از نیم قرن بود که اطلاعات امنیتی الکترونیکی را در سطح جهانی گرد می‌آورد و اطلاعات محرمانه امریکا را حمایت می‌نمود. تنها 3% از امریکایی‌ها از وجود چنین تشکیلاتی با خبر بودند. دوست دیوید به شوخی گفت NSE نشانه آن است که چنین سازمانی وجود ندارد. حروف اختصاری NSA را به شوخی در برابر این عبارت قرار داده است. No such agency. بکر با ترس و در این حال کنجکاوی پیشنهاد مرموز آن اداره را پذیرفت. 48 کیلومتر رانندگی کرد تا به مرکز فرماندهی رسید. مساحتی نزدیک به 400 متر مربع، جایی که محتاطانه در میان تپه‌های خشک فورت میز مریلند پنهان شده بود. پس از گذراندن بازرسی‌های امنیتی بی‌پایان و 6 ساعت معطلی برای دریافت دستنوشته‌ای مبنی بر اجازه ورود به عنوان مهمان، با همراهی مأموری به بخش پژوهش رفت که بسیار شیک به نظر می‌رسید. به او گفته شد که برای آشنایی با بخش رمزشناسی تا بعد از ظهر آنجا خواهد ماند. گروهی از نخبگان ریاضی که به رمزشکن‌ها معروف بودند. در 1 ساعت نخست به نظر می رسید که رمزشناسان از وجود بکر در آن محل بیخبر هستند. آنها دور میزی بزرگ جمع شده بودند و به زبانی صحبت می کردند که بکر هرگز نشنیده. آنها از جریان رمزها، مولدهای خودنابودگر، گونه‌های نبسک، تفاهم‌نامه‌هایی درباره اطلاعات صفر و ویژگی‌های یونیسیتی صحبت می‌کردند. نشانه‌هایی روی صفحه نمودار می‌کشیدند، برگه‌های چاپی رایانه‌ای را مطالعه می‌کردند و در ادامه به متن درهم و برهمی مراجعه می‌نمودند که بر پرده پروژکتور مشاهده می‌شد. سرانجام یکی از آنها چیزی را بیان کرد که بکر حدس زده بود. آن متن درهم و برهم رمز بود. یک متن رمزی، دسته‌ای از عددها و حرف‌ها که کلمه‌های به رمز درآمده را نشان می‌داد. وظیفه رمزشناسان این بود که رمز را بررسی کنند و پیغام اصلی آن را از آن بیرون بکشند، یا به عبارت دیگر متنی واضح را مشخص کنند. NSE به این دلیل بکر را فراخوانده بود که حدس می‌زد پیغام اصلی به زبان چینی رسمی نوشته شده باشد. او وظیفه داشت تا در همان حال که رمزشناسان رمز علامت‌ها را می‌گشایند، آنها را ترجمه کند. به مدت 2 ساعت بکر بسیاری از علامت‌های زبان چینی رسمی را معنی کرد، ولی هر بار که او ترجمه ارائه می‌داد، رمزشناسان با ناامیدی سر تکان می‌دادند. به ظاهر رمز مفهوم نبود. بکر که مشتاق کمک بود به این نکته اشاره کرد که همه شکل‌هایی که آنها به او نشان داده بودند خصوصیت‌های مشترک داشتند. آنها بخشی از زبان کانجی نیز بودند. بلافاصله همه حاکم بر اتاق به سکوت تبدیل شد. کسی که مسئولیت کار را به عهده داشت مرد سیگاری قد بلند و لاغرندامی به نام موراند با ناباوری رو به بکر کرد. منظور شما این است که این علامت‌ها چند معنی دارد؟ بکر سر تکان داد.
او توضیح داد که کانجی نوعی روش نوشتاری ژاپنی بود که بر پایه خصوصیت‌های تغییر یافته چینی قرار داشت. او متن را به زبان چینی رسمی ترجمه کرده بود چون آنها چنین خواسته بودند. موران به سرفه افتاد. یا عیسی مسیح، کانجی را امتحان می‌کنیم. مانند جادو همه چیز در یک لحظه به حالت نخست برگشت. رمزشناسان تحت تاثیر قرار گرفته بودند. با وجود این هنوز هم کار بکر را بر روی علامت‌ها زنجیروار ادامه نمی‌دادند. موران توضیح داد: این برای امنیت شماست. به این ترتیب شما نمی‌فهمید که چه چیزی را ترجمه می‌کنید. بکر خندید ولی متوجه شد که هیچ کس نمی‌خندد. هنگامی که رمز شکسته شد، بکر نمی‌دانست که به آشکار شدن چه رازی کمک کرده است. ولی یک موضوع مسلم بود. این رمز شکنی برای NSE بسیار اهمیت داشت. چکی که در جیب بکر بود از حقوق 1 ماه دانشگاه او بیشتر بود. در راه بازگشت هنگام گذر از پست‌های بازرسی راهروی اصلی، نگهبانی گوشی تلفن به دست راه خروج بکر را سد کرد. آقای بکر، خواهش میکنم همینجا منتظر بمانید. مشکل چیست؟ بکر فکر نمی‌کرد این ملاقات اینقدر طولانی شود و برای رسیدن به مسابقه اسکواش شنبه بعد از ظهر عجله داشت. نگهبان شانه بالا انداخت. رئیس قسمت رمزشناسی با شما صحبتی دارد. خانم در راه هستند. خانم؟ بکر خندید. انتظار نداشت زنی را در NSE ببیند. با این موضوع مشکل دارید؟ صدای زنی بود که از پشت سر او سوال می‌کرد. بکر چرخید و بلافاصله احساس کرد که سرخ شده است. به کارت شناسایی او بر روی سینه‌اش نگاه کرد. رئیس قسمت رمزشناسی NSE نه تنها زن بود، زنی بسیار جذاب هم بود. بکر با دستپاچگی گفت: نه، من فقط سوزان فلچر. زن لبخندی زد و دست ظریفش را به سمت او دراز کرد. بکر دست او را در دست فشرد. دیوید بکر. تبریک میگویم آقای بکر. شنیدم که امروز کار فوق‌العاده‌ای انجام دادید. امکان دارد درباره آن با شما صحبت کنم؟ بکر مکث کرد. راستش را بخواهید من الان کمی عجله دارم. امیدوار بود که رد کردن پیشنهاد قدرتمندترین اداره امنیتی جهان اقدامی احمقانه نباشد. ولی مسابقه اسکواش او 45 دقیقه دیگر آغاز میشد و او میبایست شهرت و اعتبار خود را حفظ میکرد. دیوید بکر هیچگاه برای اسکواش تأخیر نداشت. شاید برای کلاس، ولی اسکواش هرگز. سوزان فلچر لبخند زد. زیاد وقتتان را نمیگیرم، از این سمت خواهش میکنم. 10 دقیقه بعد بکر در غذاخوری اداره امنیت از خوردن پنکیک و آب زغال‌اخته با رئیس قسمت رمزشناسی NSE لذت می‌برد. خیلی زود برای دیوید روشن شد که رسیدن به چنین موقعیت بالایی در اداره امنیت برای این زن 38 ساله اتفاقی نبوده است. او باهوش‌ترین زنی بود که در آن زمان ملاقات کرده بود. هنگامی که درباره رمز و رمز شکنی‌ها صحبت می‌کردند، بکر دریافت که برای هماهنگ شدن با او باید تلاش کند. تجربه تازه و هیجان انگیز. 1 ساعت بعد پس از اینکه بکر دیگر مسابقه اسکواش خود را از دست داده و سوزان آشکارا 3 بار احضار شدن از بلندگو را نادیده گرفته بود، هر دو به خنده افتادند. آن دو آنجا بودند، 2 مغز تحلیلگر، به احتمال ایمن از دلباختگی نامعقول. ولی هنگام صحبت درباره ساخت واژه در زبانشناسی و نما و گاهی هم مولدهای شمارشی به نوعی احساس می‌کردند که 2 نوجوان هستند. همه چیز شاهکار بود. سوزان هرگز دلیل اصلی تمایلش را برای صحبت با دیوید بکر در نیافت. اینکه به او مقامی را در قسمت رمزشکنی آسیایی پیشنهاد کند. از حرارتی که در کلام استاد جوان هنگام صحبت درباره تدریس حس می‌شد، مشخص بود که هرگز دانشگاه را رها نخواهد کرد. سوزان تصمیم گرفت که حال و هوای آن لحظه ها را با صحبت‌های کاری خراب نکند. او احساس می‌کرد که دوباره دختر مدرسه‌ای شده است. هیچ چیز نمی‌بایست آن احساس را خراب می‌کرد، چون این اتفاقی هم نیفتاد. معاشرت‌های آنها ملایم و عاشقانه بود. قرارهای دزدکی هر وقت که برنامه‌های زمان بندی شده آنها اجازه می‌داد. پیاده‌روی‌های طولانی در محوطه دانشگاه جورج تاون، نوشیدن کاپوچینو در مرلوتی در نیمه شب،
سخنرانی‌های گاه و بیگاه و کنسرت‌ها. سوزان بیش از حد تصور خود می‌خندید. به نظر می‌رسید که دیوید قادر است از هر موضوعی طنز بسازد. فرصتی خوشایند برای رهایی از کار خشک و جدی سوزان در اداره امنیت. یک بعد از ظهر سرد پاییزی آنها بر سکوهای تماشاگران ورزشگاه به تماشای فوتبال نشسته بودند. سوزان با شیطنت گفتی که چه ورزشی میکنی؟ زوکینی؟ بکر غرغر کنان گفت نامش اسکواش است. سوزان نگاهی ابلهانه به او انداخت. دیوید توضیح داد مانند زوکینی است ولی زمینش کوچکتر است. جناح چپ تیم جورج تاون یک پاس از گوشه را به خارج زد و جمعیت هو کشید. دفاع تیم عقب کشید. بکر پرسید تو چی؟ ورزش میکنی؟ من در بدنسازی کمربند سیاه دارم. بکر خود را جمع کرد. من ورزشهایی را ترجیح میدم که امکان برد در آن هست. سوزان لبخند زد. به دنبال موفقیت چون این آدمهایی هستی. ستاره دفاعی تیم جورج تاون جلوی یک پاس را گرفت و جمعیت یک صدا فریاد شادی کشید. سوزان در گوش او گفت دکتر. دیوید چرخید و با سردرگمی به او نگاه کرد. سوزان تکرار کرد دکتر. نخستین کلمه ای را بگو که به ذهنت خطور می کند. بکر مردد بود. تداعی لغتها. سوزان خیلی جدی به او نگاه می کرد. این روش کار متداول اداره امنیت است. لازم است بدانم طرف مقابلم کیست. بکر شانه بالا انداخت. سئوس. سوزان اخم کرد. خیلی خوب این یکی را امتحان کن. آشپزخانه. دیوید درنگ نکرد. اتاق خواب. سوزان ابرو بالا انداخت. خب این یکی چطور است؟ گربه. بکر بلافاصله گفت زه. زه؟ آها زه، نخی که در راکت اسکواش به کار می رود. سوزان غرغر کنان گفت خیلی خوب است. تشخیص تو چیست؟ سوزان لحظه فکر کرد و سپس گفت تو شبیه بچه ها هستی. آدم شکست خورده بدجنسی هستی. بکر شانه بالا انداخت. درست به نظر می آید. هفته ها به همین شکل گذشت. هر شب پس از شام بکر هنگام خوردن دسر سوالهای بی پایان می پرسید. امیدوارم که تا همین قسمت که تونستم برای شما بخونم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. این کتاب زیباست. اگر از نثر و روایت این کتاب خوشتون میاد تهیه کنید و کتاب رو بخونید. این کتاب هم خیلی طولانیه. 526 صفحه هستش که آقای دان براون به صورت بسیار زیبایی نوشتن. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.